تو سال 1345 مردی اهل خراسان به نام احمد خیامی خواب تولید ماشین رو دید. ماشینی که نه فقط برای شاه و وزیر، مال کارمند و نونوا و معلم، ماشینی برای همه مردم. احمد خیامی زاده تربت حیدریه بود و با برادرش در تهران به فکر تولید یه ماشین افتادن. شرکت ایران ناسیونال رو تأسیس کردن و با شرکت انگلیسی روتس صحبت کردن، حق تولید یه خودرو رو گرفتن که اسم اصلیش هیلمن هانتر بود. آوردنش تو ایران و تغییراتی بهش دادن و اسمشو گذاشتن پیکان، یعنی سریع، تیز. آقای خیامی معتقد بود ایران باید صنعتی بشه و یکی از جملات معروفش هم این بود: اگر در هر خانه یه پیکان باشه یعنی ایران صنعتی شده. پیکان شد خودروی ملی و پیکان جوانان با چراغای گردش دل جوونا رو برد. پیکان استیشن هم کمک حال خانواده‌های پرجمعیت. پیکان وانت هنوزم پاورجا. بعد از انقلاب به دلیل فضای جدید سیاسی به خارج از ایران مهاجرت، در انگلستان ساکن شد و زندگی نسبتاً آرامتری داشت، اما هیچ وقت نتونست نقشی در صنعت خودروسازی ایران دوباره پیدا کنه. تا آخر عمرش فعالیت‌هایی رو تو حوزه خیریه و کارآفرینی تو کشورهای دیگر رو داشت تا اینکه در سال 1398 در سن 89 سالگی درگذشت. اما پیکان بی‌عیب نبود. دود میکرد، داغ میکرد، فرمونش هم مثل دسته هاون خشک بود. مصرف بنزینش هم فوق‌العاده بالا بود. ولی پیکان یه چیزی داشت که بقیه نداشتن، اونم خاطره بود. با پیکان میرفتن خواستگاری. بابای عروس پسر رو نمیدید، اول ماشین رو میدید و با حس غروری رو به داماد میکرد و میگفت این ماشین مال خودته؟ و اگه آقای داماد میگفت بله، یه امتیاز جلو بود. خلاصه سال 1384 تولید پیکان متوقف شد. ولی هنوز وقتی یه پیکان میبینی یاد خرابی برفاکن و هل دادنای توی خیابون و صندلی داغش توی تابستون میفتی. پیکان رفت ولی یاد و خاطره پیکان هنوز تو قلب ما پارک.